عرض سلام و ادب. خیلی خوش اومدید به جاده بی پایان تاریخ. اینجا اپیزود 7 هست اگر اشتباه نکنم. یه مقدار طولانی شده واقعا جنگ جهانی دوم و طولانی تر هم قراره بشه چون اتفاقات بسیار زیاد هستن. خیلی خوش اومدید. امیدوارم که لذت برده باشید تا به اینجای پادکست و مجموع پادکست ما رو دیدیم با هم دیگه که اروپا چطور به آغوش جنگ کشیده شد، به شعله‌های جنگ سوزونده شد و همچنان هم ادامه داره و ما دیدیم که آلمان چطور تقریبا اولین شکست خودش در انگلیس رو خورد در آسمان بریتانیا و نکاتی بود که اشاره کردیم. حالا بعد از اینکه اون شکست به اصطلاح اتفاق افتاد، توجه هیتلر و ارتش نازی رفت به سمت عملیات بارباروسا و شوروی، همون چیزی که جرقه هاش از نبرد فنلاند توی ذهن هیتلر شکل گرفته بود و اونها رو در قسمت‌های بعدی پوشش میدیم. اما به مناسبت همین حمله، به مناسبت حالا به بحث زمانی که ما داشتیم میرفتیم جلو، بعضی عملیات ها شروع میشدن و توی یک بازه زمانی تموم میشد. خب مثلا مثل فتح 3 کشور هلند، بلژیک و فرانسه این اتفاق، و یا عملیات اپریشن سی که همون شیر دریایی که با شکست مواجه شد. بعضی از عملیات ها و اتفاقات جنگ جهانی دوم نه، در طول جنگ کامل ادامه داشتن و حالا ما فکر می‌کنم این اوایل کار به اصطلاح توی این اپیزود بخوایم بهش بپردازیم. بحث نبرد آتلانتیک هست دیگه، اقیانوس اطلس و نبردهایی که اونجا اتفاق میافتاد که فکر میکنم ویژگی‌های جالبی داشت که توی این اپیزود شرح میدیم. پس اپیزود 7 نبرد آتلانتیک. از سال 1939 تا 1945 نبردی در تاریکی اعماق اقیانوس اطلس جریان داشت که همانقدر که صامت و طولانی بود وحشتناک هم بود. جنگ زیردریایی ها یا نبرد کاروان های دریایی یکی از مرگبارترین و طولانی ترین نبردهای جنگ جهانی دومه. نبردی بین ماشین های زیردریایی آلمان و کشتی های تأمین مواد متفقین. این درگیری فراتر از نبرد بین کشتی و زیردریایی بود. تلاش برای کنترل شریان‌های اقتصادی و نظامی توی جنگ بود که کل جهان رو داشت درگیر می‌کرد. هیتلر متوجه شده بود که مقدار بسیار زیادی از کالاها و مواد اولیه کارخونه‌های لندن و بریتانیا از سمت کانادا و آمریکا داره تامین میشه. کانادا هم اون زمان زیر مجموعه‌ای از امپراتوری بزرگ بریتانیا بود. میدونستیش که به عنوان دشمن اصلیشون یک شاهراه حیاتی دارن و اون هم آوردن به اصطلاح کاروان‌های دریایی که مواد غذایی، سوخت، تجهیزات نظامی و حیاتی مختلف از کشورهای مختلف، حالا به ویژه ایالات متحده و کانادا، منتقل می‌کردن. اگر این شریان‌ها قطع می‌شد، بریتانیا میتونست گرسنگی بکشه و بعد تسلیم بشه. باز هم برمیگردیم به اون خواست هیتلر برای تسلیم. برای این کار از زیردریایی‌هایی به نام یو بوت استفاده می‌کردن آلمانی‌ها. این زیردریایی‌ها توی آغاز جنگ مدل تایپ 6 بود یا 7 بود، همچین اسمی داشتن. حالا یه زیردریایی‌هایی بودن که خیلی کوچیک بودن ولی توانایی عبور داشتن از اقیانوس اطلس، میتونستن تا نزدیک‌های کانادا برن و مجهز به یک نوع اژدرها، تورپیدو بهشون میگفتن. یک مدل اژدرهایی بودن که بزرگترین کشتی‌ها رو هم میتونستن غرق کنن. یه فرماندهی دارن، فرمانده بسیار معروفی از کارل دونیتز که فرمانده به اصطلاح زیردریایی آلمانه. یک حملاتی رو میاد طراحی میکنه، باز هم اون نبوغ جنگی آلمانی ها بوده این بار در دریا، به نام دسته های گرگ، گله گرگ. کشتی های زیردریایی یوبوت به صورت دست جمعی حمله میکردن به کشتی ها و این ساختار دفاعیشون رو مورد حمله قرار میدادن و اولین این که باز هم روحیه ملوانا و اون کشتی‌های دفاعی متفقین رو از بین می‌بردن، میتونستن آسیب بسیار زیادی رو به این کشتی‌ها وارد کنن. سال‌های اول جنگ خب خیلی موفقیت آمیز بود این عملیات ها. توی یک سال، یعنی از 1939 از همون اول جنگ تا 1940، حدود 3 میلیون تن محموله غرق شد. حالا کلی کشتی
تجاری، کلی اتفاقهای عجیب میفته توی آتلانتیک که یه جاش مثلا توی تاریخ اومده یکی از افسرهای میگه که ما تو از افسرهای یوبوت آلمانیا میگه ما تو تاریکی شبا حمله میکردیم. تاریکی هم تنها حریفشون نه، اونها نمیتونستن بفهمن ما از کجا داریم حمله میکنیم، فقط میدیدن که ناگهان چیزی برخورد میکنه با کشتی و انفجار و تمام. و این موفقیت آلمان البته به زودی با مقاومت‌هایی مواجه شد. متفقین بعد از کلی به اصطلاح تحقیق فهمیدن که یک سری پیام‌هایی داره بین این زیردریایی ها انتقال پیدا میکنه. یه موتور دستگاه رمزنگاری آلمانیا داشتن به نام انیگما. این انیگما پیام ها رو به صورت رمز شده به هم دیگه میداد. متفقین اومدن فکر کردن و گفتن اگر ما بتونیم این پیام های انیگما رو بشکنیم رمزشو و بفهمیم که اینا چی دارن میگن و همچنین از تکنولوژی راداری که ما داریم، یعنی متفقین آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها اونا داشتن. حالا فرانسه که چیزی دیگه ازش باقی نمونده، یک دولت ژنرال دوگل نامی بودش که اون داشتش که مقاومت میکرد البته از کشورهای دیگه. گفتن اگه ما بتونیم اینا رو بشکنیم میتونیم متوجه بشیم و جلوی این حملات رو بگیریم، در نتیجه کشورمون رو نجات بدیم از قحطی. فردی به نام آلن تورینگ پدر علم رایانه است، فیلمش هم ساخته شده و میتونید اونم سرچ کنید و نگاه کنید. بالاخره موفق شد دستگاه رمزشکن بسازه و تونستن متفقین این پیام ها رو به اصطلاح بعد از سال 1941 دیگه بشکنن رمزش رو و متوجه بشن که حالا چطور اینا دارن حمله میکنن و از کجا میخوان حمله کنن. روند جنگ که جلوتر میرفت کم کم دیگه اون مرگبار بودن یوبوت ها کمتر و کمتر شد و میزان حملات دیگه رو به افول رفته شد. دیگه کم کم میشه گفت از سال 1943 44 به بعد خیلی حملات به ندرت اتفاق میافتاد. من اینجا چند تا نکته در مورد حالا این به اصطلاح جنگ دریایی براتون بخوام بگم. یه فردی هست به نام اوتو، اگر اسمش رو درست بگم، کریشمر، و این بهش میگفتن سایلنت اوتو. این یکی از فرمانده های نیروی دریایی آلمان بوده و خب این سایلنت اوتو هم قطعا از همون تکنیک گله گرگ ها می اومده که خیلی به صورت ساکت از حمله میکردن و کشتی ها رو نابود میکردن. فقط همین فرمانده تونسته 44 تا کشتی و حدود 270,000 تن بار رو غرق کنه. به قول معروف یک نقل قولی هستش از چرچیل که میگه هیچ چیز منو نترسون توی این جنگ ها، حتی بمباران های لندن. فقط تنها چیزی که نگرانم میکرد زیردریایی های آلمان بودن. فوق العاده عجیب غریب بوده این تاکتیک های آلمان و واقعا یکی از نبردهای خونبارش هستش که توی مارچ 1943 توی 2 هفته بودن 21 کشتی غرق میشن و این اتفاقات عجیب بودن. در نهایت 3500 کشتی تجاری، 72 تا کشتی جنگی از آلمان ها غرق میشه و در نهایت هم کم کم دیگه با شکسته شدن این رمزها تعداد حملات افول میکنه. در نهایت هم بعد از شکست آلمان در سال 1945 که حالا در ادامه بهش میرسیم، هنوز همین یوبوت ها توی اقیانوس اطلس بودن، ولی خب دیگه بعد یک روزی حدوداً فکر میکنم نوشته شده 8 می 1945 اونجا دیگه تمام یوبوت ها تسلیم نیروهای متفقین که آمریکا و انگلیس بلخص بودن توی اون تاریخ به اصطلاح تسلیم میشن و به این صورت نبرد آتلانتیک هم که حدوداً 6 سال 7 سال ادامه داشت به اتمام میرسه. این بود از اپیزود 7. دمتون گرم که همراه هستید. مرسی که اگر این روایت رو ارزشمند میبینید با دوستانتون به اشتراک میذارید و از ما حمایت میکنید. حتما قسمت کامنت ها رو متعلق به خودتون بدونید، سوالی اگر هست بپرسید و اگر نکته‌ای هستش حتما یادداشت کنید که ما در اپیزودهای بعدی هم بتونیم ازش استفاده کنیم. در اپیزودهای بعدی به سراغ دوباره شرق اروپا میریم و جایی که یونان و ایتالیا و یوگسلاوی با هم دیگه درگیر میشن یه نیم نگاهی به اونجا داریم و بعد مجموعه قسمت‌های حمله
وحشتناک و عملیات بارباروسا، حمله آلمان نازی به شوروی رو پوشش خواهیم داد. بعد به شمال آفریقا میریم، جنگ هایی که در صحراهای لیبی، مصر و شمال آفریقا اتفاق میفته. بعد وارد اقیانوس آرام میشیم، جنگ ژاپن و آمریکا، عملیات هایی که اونجا اتفاق میفته و چگونگی ورود آمریکا به جنگ رو هم بررسی با هم دیگه میکنیم. خیلی متشکرم که همراه هستید. من دکتر معین هستم و اینجا جاده بی پایان تاریخ بود.